الحمد لله نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد، عزیزان به نهایت گرامی و محترم، امروز میخواهم در حضور شما عزیزان گرامی درباره به فضیلت عیادت مریض مختصرا صحبتی داشته باشم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر مسلمانی که اول صبح اول روز به عیادت برادر مسلمان خود برود تا هنگام فرا رسیدن شب 70,000 فرشته برایش دعای خیر می کنند و بر وی درود می فرستند و می فرمایند که هر کس اول شب به عیادت برادر مسلمان خود برود 70,000 فرشته تا صبح برایش دعای خیر می کنند و بر وی درود می فرستند. در حدیث می آید که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از بندگان خود سوال می کند، می گوید که من مریض بودم به عیادتم نیامدی، من مریض بودم به عیادتم نیامدی. این بنده می گوید یا الله، تو رب العالمینی، مگر می شود تو مریض بشوی؟ می گوید فلان بنده ام مریض بود، تو به عیادتش نرفتی. اگر به عیادت اون می رفتی ثواب و منزلت و خوشی من را دریافت می کردی. الله سبحانه و تعالی همین ما و شما را توفیق عمل نصیب کند تا در مقابل رنج، غم، مصیبت صبر داشته باشیم و کسانی که از برادران مسلمانی ما مریض می شوند به عیادت آنها برویم. و اقول قول هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین.